شهر سرین در فاصله 24 کیلومتری شهر اردبیل واقع است و از شمال به ارتفاعات قله سبلان و کوه زیبای بابا مقصود و دامنه سرسبز و مناظر ییلاقی ویلا دره و از جنوب به بستر رودخانه بالیقلو منتهی می شود. سرین در لغت به معنای سرچشمه زلال و معدنی است. این شهر به دلیل برخورداری از جاذبه‌های جنگلی و مناظر زیبا و دارا بودن چشمه‌های معدنی گرم و سرد شهرت جهانی به خود گرفته و سالانه بیش از 3 میلیون گردشگر را پذیرا می شود. این شهر در مجموع دارای 14 چشمه معدنی بوده که اکثر آنها قابل استفاده است. سرین با آب و هوایی بسیار دلپذیر و شب‌های خنک و بیاد ماندنی با بیش از 50 هتل مجهز همه ساله مسافران بسیاری را به خود جلب می‌کند. وجود پیست اسکی در 24 کیلومتری این شهر و همچنین نصب و راه اندازی یک خط تلسیج به طول 1250 متر بر فراز ارتفاعات از جاذبه های توریستی این منطقه محسوب می شود. وجود بازارچه ها و مغازه های متعدد و عرضه کالا و اقلام گوناگون توسط کاسبان محلی شهر سرین دسترسی به ملزومات مسافران را آسان کرده است. طبخ آش دوغ که آشی مخصوص این منطقه است با عطر مطبوع و طعمی به یاد ماندنی خاطره‌ای خوش را برای بازدید کنندگان به جا می‌گذارد. عسل معروفترین محصول و بهترین سوغات مناطق اطراف سبلان به ویژه اردبیل است که در این شهر با کیفیتی بالا به گردشگران عرضه می شود. همچنین فراورده های لبنی مانند ماست، سرشیر، دوغ و پنیر از دیگر سوغاتی های این شهر زیبا و دیدنی است.